این پرونده جنایی بیرحمانه ترسناکه. زنی که یه بچه 8 ماه توی شکمش داشته با شوهرش به پول نیاز داشتن و در توییتر تقاضای $50 پول کردن. چند روز بعد شخصی به اسم مایک به این زن میگه که اگه یه شب باهاش بخوابه $500 بهش میده. این زن با اینکه شوهر داشته در کمال تعجب پیشنهاد مایک رو قبول میکنن و این زن به همراه شوهرش به لوکیشنی که مایک ارسال کرده بود میرن. وقتی میرسن پیش اون مرد تا اون کار بی‌شرمانه‌شون رو انجام بده، مایک دختر رو به زور داخل ماشین میندازه و شوهر این زن رو میکشه و جسدش رو پشت یه پارک رها میکنه. مایک این زن حامله رو به خونش میبره. هر کاری که فکر کنید باهاش انجام میده، شکنجهش میکنه و از لحظه به لحظه این اتفاقات فیلم ضبط میکنه. پلیس رد مایک رو میزنه و ماشینش رو تعقیب میکنه و مایک به محض اینکه متوجه پلیس میشه پا روی گاز میذاره و فرار میکنه. بله، مایک از ماشین پیاده شد و خودش رو از پل انداخت پایین و مرد. و وقتی پلیس ماشین مایک رو میگرده با چمدونی مواجه میشه که داخلش جسد تیکه تیکه شده این زن و بچه 8 ماهش قرار داره.